آقا سلام، خیلی خیلی خوش آمدی. خیلی خوشحالم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. بنده از دیدن شما و دوستان عزیز خوشحالم. دل به دل راه داره. مخلص شما هستیم. محبت شما هست. خداوند توفیقتون بده. زنده باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات رو افزون، آرزوی قبولی طاعاتشون، عباداتشون. خدا شما را دوست داشته که اومدید با این برنامه، چون مصادر می‌فرماید اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین. وقتی خدا بنده دوستش داره، بخواد خیر بهش برسونه، کارش میکنه که بیاد پای برنامه بنشینه و نکاتی رو راجع به دین یاد بگیره، تفقهی در دین پیدا بکنه، یه نکته تو معرفت دینی پیدا بکنه و یاد بگیره، یک قدم در جهت دینشناسی و معرفت دینی جلو بره. تفقه در دین که از اون ضروری ترین کار هاست که بدون این انسان بوی از انسانیت و تمدن و رشد و ترقی نبرده. که عرض کردم باز روایتی بود که حالا یه موقع شاید براتون خوندم. از خدا رو شکر کنید که توفیق داده که در این برنامه ملاحظه بفرمایید و سوالاتی که خود شما پرسیدید انشاءالله جواب داده بشه و وقتی که سوال جواب که میشه، جلسه قطعا علمی میشه. یه وقت بنده سخنرانی میکنم ممکنه که مطالب به درد شما نخوره یا عرض کنم که ضرورت نداشته باشه، اولویت نداشته باشه. یه وقت نه، شما سوال میکنید پاسخ داده میشه، تو خود ذات این کار نیاز سنجی هست. چون اگه نیاز نداشته باشه که سوال نمیکنه، پس نیاز هست. اینکه پیامبر و امام صادق میفرمایند که العلم خزائن و مفاتیح السؤال. علوم گنجین های بسیار مهمی هستند که کلید این گنجین ها پرسش. و امام صادق میفرمایند که نما یهلک الناس لانهم لا یسالون. مردم فقط و فقط به این دلیل هلاک میشن که نمیپرسن. باید بپرسن، نمیپرسن. حالا این فرهنگ پرسشگری که تو قرآن هست خیلی فراوان، یسألونک ها رو جمع کنید، تو قرآن فراوان هست. این فرهنگ باید یواش یواش در بین ما هم راه بیفته و خیلی از کارهامون رو با پرسش پاسخ جلو ببریم. با این خیلی خوبه. حالا خدا توفیق داده که این اتفاق بیفته انشالله. سلامت باشید. این فرهنگ در بیننده های یاد خدا الحمدلله هست. این حجم زیاد سوالات این رو میگه. بله. و خدا رو 100,000 مرتبه شکر که ما بهره‌مندیم از حضور شما و میتونیم پرسش مردم رو بپرسیم و سوالاتشون رو مطرح بکنیم و شما پاسخ بدیم. خیلی هم پیامک داشتیم که از شما تقدیر و تشکر کردن استاد. حالا دیگه من دونه دونه‌اش اگه بخوام بخونم زمان میگیره، ولی خیلی پیامک تشکر داشتیم. خدا خیرتون بده. بپرسم سوالات رو. گفتن که آیا عالم برزخ هم مدت زمان داره؟ زمانش به چه صورت؟ برزخ به لحاظ کلیتش تابع همین دنیاست. نیست تا وقتی دنیا تموم شد برزخ هم تموم میشه. برزخ الان محیط بر دنیاست. دنیای ما محاط در برزخه. از این حیث اینها به هم وابسته هستن. قیامت که برپا شد دیگه برزخ هم تموم میشه. این دو تا عالم تموم میشه. عالم دو تاش البته یکی میشه، اون عالم دوم که قیامت باشه شروع میشه. نکته دوم این که گذر زمان در برزخ با گذر زمان در دنیا خیلی فرق میکنه. چه بسا در برزخ کسی 100 سال پیش مرده، ازش بپرسی میگه که چند دقیقه است ما آمدیم تازه تو این قصر، هنوز مستقر نشدیم و تازه شروع کردیم به مستقر بشیم. بنابراین گذر زمان کاملا شاخص‌ها متفاوته. آره، کاملا فرق میکنه با دنیا. چون دنیا دو نفر که با هم زندانی میشن بعد از 10 سال هر دو 10 سال زندانی کشیدن. اما در برزخ دو نفر که با هم میرن، یک نفر ازش بپرسی میگه 10 دقیقه، یک نفر ازش بپرسی میگه 100 سال. تو همون برزخ باز متفاوت زمانش. عجب. عرض کنم که از لحاظ چیز برزخ تابع دنیاست. که عرض کردم اینو آیه قرآن فرمود یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب عذاب رو، جهنم رو بر آل فرعون عرضه می‌دارن، بهشون میگن جایگاه شما اینجاست.
وقتی قیامت برپا شد بهشون حالا دیگه برید داخل جهنم. یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شب عرضه میدارن براشون تو برزخ که جایگاه شما تو جهنم اینجاست. شب چیز قیامت که شد بهشون خب حالا دیگه برید تو جهنم. این آیه هم دلالت بر وجود برزخ داره، چون عرض کنم که دو قسمت کرده، عرضه کردن و دخول در جهنم. هم دلالت بر این داره که از لحاظ زمان برزخ تابع دنیاست. صبح و شب دنیا در برزخ این کارو میکنن. چنان که در روایت داریم که شما وقتی آفتاب غروب کرد دیگه زیارت اهل قبور رو تمامش کنید. عجب. دیگه شب مثلا نباشید اونجا. آفتاب اینجا غروب کرده، شما اون زیارت که اون اهل برزخ رو رهاشون کنید که دیگه نخوام با شما انس داشته باشن. از اینها برمیاد که برزخ از لحاظ این زمان تابع دنیاست، که اینو نکته اولم که عرض کردم همین بود. یعنی مثلا روز و شب اونجا اینجا رو میبینن. اونجا روز و شب نیست. تو برزخ خورشید و ماه این چیزایی که اینجا داریم نیست، اما چون احاطه داره به اینجا، متأثر از روز و شب اینجاست. خیلی خوب. آدم خیلی کنجکاو میشه، مشتاق میشه زودتر بره ببینه چه خبره اوضاع. یه عالمی است. آره واقعا. عالمی است. این کسانی که مرگ رو تجربه کردن که حالا خیلی هم حرف داشتن، بنده گفتم اینها 1% حقایق برزخ رو دیدن. این 99% رو اینها مشاهده نکردن و درک نکردن از اون حقایق عالم برزخ. بله. خیلی خوب. ما یه فاصله بگیریم، برگردیم، باز من بقیه سوالات از معذرتون میپرسم. با اجازه بفرمایید. بله، داشتم به سوالات شما نگاه میکردم و حالا انشالله نوبت به پرسش سوال شما برسه خیلی زود. نمیدونم این سوال کدوم یکی از شما هست، اما پرسیدیم که من معلم بازنشسته هستم، به خاطر ناآگاهی کم و بیش دانش آموزان رو تنبیه کردم، حالا عذاب وجدان شدیدی دارم، لطفاً بگید چی کار کنم. اینم فکر کنم مبتلا به زیاد داشته باشه. عرض کنم که زدن جایز نیست و با توجه به اینکه خلاف مقررات مصورش هم هست، از اون حیث هم حرامه. چون قانونی نیست. چون خلاف قانونه، از اون حیث حرامه. از منظر تربیت هم به هیچ وجه زدن جایز نیست و صلاح نیست. و از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، گفت پسری دارم خیلی تخس، تا دلت بخواد فضول، چیکار کنم؟ امام 3 کلمه فرمود که هر کلمش سرفصل یک فصل بزرگ تربیتی است. فرمود لا تضربه، اما اول آره نزنش، وهجره، تنبیهش کن، باش قهر کن، ولا تطل، طولش نده. دستور خیلی زیبا تو 3 کلمه. از این احادیث فراوان داریم. تو نهج البلاغه هم داریم که حیوانات رو میزنن، حیوانات با چوب راه میرن، مثلا انسان که تازه همونم از لحاظ قانونی هم که عرض کردم خلاف قانونه. به اعتبار این که گناهی رخ داده، خب باید توبه کرد دیگه. اون برادر یا خواهر معلم باید توبه کنه. یعنی خواهر باشه که چون آقایون خیلی تو این چیزها نیستن. آره. ارزم موضوع شما که چرا آقایون تو این چیزها، یعنی آقایون کتک بیشتر میزنن، ولی اینکه حالا بخوان جبران بکنن و تو جبران هست. راست میگین. آره. ارزم موضوعتون که آخه شما میفهمید توبه دیگه نیاز نیست برن دونه دونه پیدا کنن حلالیت بتن. بعدیست که عرض میکنم. پس باید توبه کنه که اشتباه کرده، خلاف قانون عمل کرده. عرض کنم که یه وقت یا دیگه لازم شده باشه بازم توبه داره. از این حیث باید توبه کنه که خود من پشیمونم، منو ببخش. به لحاظ جبران حق، اگر واقعا دیگه لازم شده، مثلا زده قرمز شده یا کبود شده، خب دیگه لازم شده، اگه طرف رو میشناسه باید بهش مراجعه بکنه، یا دیگه رو بهش به قیمت روز پرداخت کنه، یا اینکه ازش حلالیت بطلبه و از حقش بگذره، وگرنه اون حق به گردنش هست اگر دیگه لازم آمده. اگر نمیشناسه، معلم بوده، صدها دانش آموز داشته، سالها گذشته، الان کی به کجا و کجا،
از طرف صاحبانشون اون مقداری که یقین داره که تو کل دوره معلمیش 7 نفر رو زده و دیگه لازم میشه. یا شک داره بین 7 نفر و 15 نفر، بین 7 تا 15 تا شک داره. همون 7 تا رو همون کمتر رو قدر متیقن رو از طرف صاحبانش به فقرا به عنوان رد مظالم بده. اون دیگه‌ای که لازم میاد رو از طرف صاحبانش به عنوان رد مظلمه بده به فقرا. درست. حل میشه مثلا. درست میشه. حالا یه سوال راجع به رد مظالم اینجا الان نیست، ولی من دیدم قبلا تو پیامک‌ها گفتن برای کمک به مردم فلسطین، غزه و اینها که داریم مثلا از طریق این شماره‌ای که ارسال کردن هلال احمر و اینا کمک میکنیم، میتونیم نیت رد مظالم کنیم؟ رد مظالم باید فقیر باشه طرف. اگر فقیر باشه آره، نباشه نمیشه. خب اینا مثلا الان خونه هاشون و اینا رو از دست خود مکلف باید تشخیص بده. اگه یقین داشته باشه که اینا فقیرن میشه بهشون داد. میشه به عنوان رد مظالم. بله. خب عرضم حضور شما که گفتن که چه عاملی باعث میشه انسان هرچی تلاش میکنه درها براش باز نمیشه؟ همه عوامل دست ما نیست، چرا باید ضررش به ما برسه؟ چه عاملی؟ خب این اولا باید عوامل متعددی رو چک کرد، بررسی کرد و ثانیاً مورد به مورد فرق میکنه. باید خود انسان تو کار او باشه ببینه یا گناهی تو زندگیش هست، کدوم گناه. پس یکی از موارد میتونه گناه باشه. گناه میتونه جلوی موفقیت رو بگیره. درست عمل نمیکنه، عاقلانه حرکت نمیکنه، مشورت نمیکنه. اینا همه میتونه. سحری تو کارش هست، مثلا فرض کنید ما همه همون اول سحر رو مد نظرمون میاد، میگیم یکی ما رو جنبل جادو کرده، چیزی کرده، کارو پیش نمیره. آخر اونم درصد کمی، مثلا فرض کن 20% حد اکثر ممکنه اثر داشته باشه. به هر حال باید تک تک اینها بررسی بشه و اونم کسی میتونه بررسی بکنه که اشراف داشته باشه و همه اون علل و عواملی که باعث عقیم شدن کار و باز نشدن گره میشه که اونو ما خبر نداریم، اما عوامل متعدده. اون عوامل مهمترش یکی همین گناه هست، یکی ممکنه که حق ناسپاسی باشه، تضییع حقوق باشه، مثلا حق والدین. یکی از آثارش اینه که انسان تو دنیا هم خیلی نمیتونه پیشرفت داشته باشه. عکسش هم احسان به والدینی که از آثارش اینه که انسان تو دنیاش هم خوشبخته و کارش به شدت پیشرفت میکنه. هر حق صاحب حقی رو حقش رو ضایع کردن میتونه مانعی باشه برای اون باز شدن گره. اینا تک تک باید بررسی بشه، اما راه حلش اینه که انسان از گناهان به طور کلی توبه کنه، حقوق رو ادا بکنه، با عقلا مشورت کنه، ببینین گره کار کجاست. ما از اینجا نمیتونیم قضاوت کنیم. همینطور. کسی میتونه اونجا باشه که کدوم یکی از این موارد مانع همه رو بررسی بکنه، بعد بگه مشکل کار شما اینجاست، شما اون مقدمات رو فکر نکردید، طرح و نقشه شما طرح و نقشه عاقلانه‌ای نبوده، راهی که رفتید درست نبود، باید از این راه میرفتید. شما باید این عوامل رو به کار میگرفتید که شما به کار اون دیگه از نزدیک باید اشراف داشته باشه، بتونه راه رو براش باز کنه که ما اینجا نمیتونیم نظر بدیم. اما اینکه همه عوامل به دست ما نیست، این حرف درستی است. برخی از عوامل خارج از اراده ماست. مثلا فرض کن که تاریخ تاثیر داره در کاری که ما انجام میدیم، عامل وراثت، عامل ژنتیک تاثیر داره، مذهب، حکومت، اقتصاد، حتی غذایی که میخوره انسان تاثیر داره. گاهی جلوی موفقیتش میگیره، گاهی باعث بدبختیش میشه. در روز عاشورا امام حسین به اون انسان‌های وارونه چی فرمود؟ مال بطونکم من الحرام. علتی که به اینجا رسید حرام خوریش ما رو به اینجا کشونده. عوامل متعددی هستن که اینا تاثیر دارن که به دست ما هم نیستن دیگه. مثلا فرض کن که پدر و مادر یک صفاتی داشتن که اونها از طریق ژن‌ها به فرزندشون منتقل شده، دیگه نمیتونه ژن‌ها رو عوض کنه. بگه ژن‌های والدین رو ما تغییر بدیم، ژن‌های جدیدی مثلا داشته باشیم. یا تاریخ رو که نمیتونه دستکاریش کنه، حکومت رو که نمیتونه عوض کنه، یا اقتصاد و چیزی از این قبیل. اینا اما اون چی که مهمه اینه که
در افعال اختیاری ما حرف آخر رو اختیار ما میزنه. حکما میگن که در اعمال اختیاری اختیار انسان، اراده انسان جزء اخیر علت تامه هست. همه اونها که به اختیار ما نیست جمع بشن میشن 99%. اون 1% آخر رو اختیار ما تشکیل میده. تا اون 1% نیاد اون کار اتفاق نمیفته. گرچه اختیار ما 1% بود، اما همون 1% حرف آخر رو میزنه و به همین دلیل به همون میزان هم پاداش و کیفر و مدح و ذم. یعنی اگر اختیار زیادتر باشه پاداش بیشتره، اختیار کمتر باشه پاداش کمتره. مذمت و سرزنش اختیار کم باشه مذمت کمتر میشه، زیاد باشه بیشتر میشه. اگه اصلا اختیار نداشت دیگه مدح و ذمی هم نیست، جزا پاداش هم نیست. اصولا مسئولیت دائرمدار همون اختیار انسان هست. بله اگر این عوامل، من بعضی حس بردم عوامل خیلی بیشتر از این هاست، من 7-8 تاشو حس بردم. اینا مثلا فرهنگ رو نگفتیم، خدمتتون عرض کنم که سازمان تعلیم و تربیت رو نگفتیم، نه حوزه پرورش‌ها، سازمان کلیه. خیلی از عوامل مؤثرن در تصمیم گیری انسان. اگه اینها اومدن و اختیار انسان رو کلا گرفتن ازش، دیگه تکلیفی نداره. مسئولیت دارمدار اختیاره، هرچی اختیار بیشتر مسئولیت هم بیشتره. یه چیزی هم من تو ذهنم اومد بپرسم، گاه گداری شاید خیلی هم شنیده باشن، این که مثلا کسی رفته پیش عالمی بزرگی و این رو مطرح کرده، من همش گیری تو کارام میفته، مدتی به نتیجه نمیرسم. مثلا اون سفارش کرده تو نماز صبح تو نمیخونی، مدتیه، نماز تو بخون کارا درست میشه. این میتونه عاملی باشه از این؟ میتونه. خود نخوندن نماز گناه دیگه. گناه دعا رو حبس میکنه، گناه توفیق از انسان میگیره. در روایت داریم که مثلا کسی دعا میکنه، خدا هم اون فرشته مأمور کار دستور میده، میگه حاجت این بنده داده شده، بهش بدید. این فاصله گناه انجام میده، خدا به اون ملک میفرماد دست نگه دار. این باعث خشم و غضب ما شد، دیگه حاجتش داده نمیشه. یعنی حاجت داده شده کنسل میشه، برمیگرده. در حالی که بنا بود این اتفاق بیفته، این وسط یه گناه که اتفاق میفته. بله اینها هست، مخصوصا تو مسائل معنوی. شخص اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که من چرا توفیق نماز شب ندارم، هرچی تلاش کنم نماز شب بخونم نمیتونم، نماز شب توفیق ندارم. بعضی اینجوریه، بله دوستم داره که نماز شب بخونه نمیخونه.